سلام بر رفقای خودم. تا حالا کی دیده که من پشت سرگویی کنم؟ کی دیده من راز کسی رو برملا کنم؟ منی که رازدار خیلی از نارفیقان بودم، امروز صحبت میکنم با قلب پاره پاره که هنوزم صبوره مثل همیشه. شما هم صبور باشید. من فقط مهراب رو بزرگ نکردم، من خیلی ها رو بزرگ کردم. همونایی که رو شونه های من بودن واسه بزرگتر دیده شدن. خیلی خستم ازشون، میخوام راه خودم رو برم. بعد از بارها مردن مهراب، این بار این مهراب دیگه مرگی نداره. آزموده رو آزمودن خطاست. این شروع کار حسین زینالی باشه برای طرفدارای با عشق. احساس میکنم داشتن احساس خوب شما رفقا که از دیشب این قامت شکسته رو سرپا نگه داشتین، مهمتر از حقایق تلخ ماجراهای بنده با همکاران قدیمی باشه. خواهش میکنم از حواشی دوری کنید و با آرامش منتظر اثبات حقیقت در آهنگ‌های بعدین باشید تا مرهمی باشه رو زخم احساسی من و شما از این ماجرا و جوابی باشه برای بدخواهان من که چند سال گذشته با زندگی، آبرو، شخصیت من بازی کردم. این بار قامتی میسازم دست نیافتنی برای استاد نماهای صبور باشید. امضا حسین زینالی.